شخصیتی بود که مستجاب الدعا بود. جناب پیامبر گفتن از روی خدمت مادرش مستجاب الدعا شد. شرط برای حج این یعنی که پول حلال است. انسان باید از مال حلال، از نفقه و پول حلال حج کنه. حجش یا اینکه در اون لحظه ها و حالت های طواف و عبادتش گفتن این شخصیت از اون ثواب حجش فقط و فقط جنت از خود میکنه. در برابر ثواب حج خداوند اسرافکارها را دوست نمیداره. در قرآن ما را امر کرده است که از یک شخصیت دعا پرسیدن ممکن نیست. میگفتن که خود درستکی دعا کن. فقط کاری مردم خبر بردن و خبرکشی و خبرچینی و شوراندازی و فتنه اندازی که یعنی دردمند هستند. وقتی نزد اونها رفته بیمار بینی از اونها دعا پرسه، گفتن دعای اونها مثل دعای ملائکه. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم برادر جان، درباره ثواب حج یک چیزی میگفتید. آیا حج کردن چی ثواب دارد؟ حج برادر عزیز یکی از رکنهای اسلام است. هر حج یکی از ستونهای دین است. حج امر فریضه است. البته برای انسانهای دارنده در عمر یک بار فرض است که انسان دارنده شخصیتی که شرایط داره، یعنی رهپولی داره و خوراکه داره، هم قدر پولش میرسه که حج رفته گشته بیاید. این فرض است برادر عزیز و ثوابش هم خیلی ثواب بزرگ است که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. گفتن حج مبرور، حج مقبول، حجی که او چقدر به نازکی ها و به خوبیاش ادا میابه، یعنی به جا میآید، گفتن اون جزاش یعنی ثوابش فقط و فقط جنت است. انسانی که حج مبرور کرد، حج کرد که چقدر به خوبی ها، به تقوا، به احتیاطکاری کسی را آزار نداد، یگان جنایتی نکرد، یگان گناهی نکرد، یعنی در این سفری حجش یا اینکه در اون لحظه ها و حالت های طواف و عبادتش، گفتن این شخصیت از اون ثواب حجش فقط و فقط جنت از خود میکنه. در برابر ثواب حج خداوند جنت براش نصیب میگردن. در روایت دیگر حضرت گفتن که من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. گفتن هر انسانی که رفت حج کرد، مثلا حج فرضی کرد، در دوام حجش یگان نوعی گناه نکرد، به کسی جنجال نکرد، کسی را آزار نداد، یعنی یگان جنایتی نکرد، وقتی که از حج باز میگرده به سوی خانش میآید، حضرت گفتن از گناه پاکیزه میشود مثل روزی که از مادرش تولد شده بود. یعنی مثل روزی تولد شدنش از گناه اینچنین خالی و پاکیزه بیرون میشود. حضرت گفتن و حج برادران عزیز شرط ها داره برای قبول شدنش. حاجی که حج رفت، حج کرد، گشت آمد، در او یگان تغییرات نشد، دیگرگونی نشد. نشانه های قبول شدن حج همین است که انسان وقتی از حج گشت آمد اصلاح می شود. بعضی فعل و رفتار و کردار بچه ترک میکنه، در او خصلت های خوب یعنی تقوا، پرهیزگاری، خدا ترسی، احتیاطکاری، خوش اخلاقی پیدا می شود. انسانی که از حج گشت آمد، یعنی حج کرد و گشت آمد، در او تغییرات و دیگرگونی نشد، دوستای خدا میگن که البته حج این نفر این شخصیت قبول شدگی نیست. و شرط برای حج این یعنی که پول حلال است. انسان باید از مال حلال، از نفقه و پول حلال حج کنه. چون که انسانی که از راه حرام، یعنی از پول شبهناک و ناپاک و حرام حج رفت، حضرت گفتن وقتی اون شخصیت البته وقتی احرام بستن و نیت کردن، وقتی لبیک میگفته، لبیک معناش این است که پروردگار در خدمت تو من قائم هستم، این لحظه امر تو را به جا میارم، این لحظه من احرام بسته شدم برای امر تو را ادا کردن. این لحظه میگه از جانب پروردگار براش جوابی رد میشده است، میفته لا لبیک ولا سعدیک، میفته امروز لبیکت هم با من در کار است. یعنی که این حج تو هم حج مقبول نیست، حج مبرور نیست. میفته به خاطر میفته که طعام و شراب و یعنی اون پولی که صرف کردی و به سوی حج آمدی این از راه حرام بود، پول حرام بود. اما اگر حلال باشه، از راه حلال باشه، رب العالمین به سوی جواب میفته که لبیک و سعدیک، میفته لبیکت هم قبول داریم، بیای خوش آمدی. میفته طعامت حلال بود، شرابت حلال بود، این راه پولی که صرف کردی آمده اینها حلال بودن. حج تو حج مقبول است.
غیر حج گناه. یعنی رب العالمین این جمله مردم قبول میکرد. البته برادر عزیز، حج یعنی فرضی، این فرض است، خیلی ثواب بزرگ داره. یکمش این که در برابر حجش خداوند جنت براش نصیب میگردانه. دوم که از گناه پاکیزه میشوه، مثل روزی که از مادرش تولد شده بود. ثواب خیلی بزرگ داره. امروزها هم روزهای حج هستند. یعنی ایام حج، روزهای حج 70 روز هستند. بعد از عید رمضان تا روز عید قربانه، یعنی که اینها را ایام حج میگویند. و خصوصا اون 10 روزه که یعنی پیش از روز عید یعنی قربان است، اون روزها روزهای مخصوصی هستند که در اون روزها عملهای حج انجام می‌یابند. البته را ثواب خیلی بزرگ داره برادر عزیز. اگر شرایط ها متاسفانه امروز راه ها همه بند شدن، دعا کنید که خداوند دوباره راه ها را گشاده کنه تا اینکه مردم ما از زیارت خانه خودش و از زیارت روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهره ور شوند. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده است که سلام علیکم دامنا جان، آیا از یک نفر دعا پرسیدن ممکن است یا نه؟ که در حق من دعا کن. البته را ممکن است، درست است. البته را بعضی انسان ها چنین اعتقاد داشتن که از یک نفر، از یک شخصیت دعا پرسیدن ممکن نیست. میگفتن که خودت راستکی دعا کن. البته را بعضی انسان های داریم ما، بعضی شخصیت های داریم که اونها مستجاب دعا هستند. بعضی انسان های صالح، بعضی انسان های پرهیزگار، بعضی انسان های دوستی خدا، وقتی اونها دعا کردن دعای اونها را خداوند قبول میکنه. از چنین شخصیت ها البته را دعا پرسیدن ممکن است، درست است. چون که ما روایت های زیاد داریم. حتی روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی حضرت عمر و حضرت علی و دیگر صحابی ها هم بودند، به سوی اونها خطاب کردن که یعنی وقتی شما ویس دیده، ویس قرنی که یکی از جمله تابعین بود، شخصیتی بود که مستجاب دعا بود، جناب پیغمبر گفتن از روی خدمت مادرش مستجاب دعا شده است. در مادر با چنان خدمت کرد، مادر از خودش راضی گردان، از مادر دعا گرفت، این شخصیت مستجاب دعا شد. هر دعایی میکرد خداوند دعاش قبول میکرد. جناب پیغمبر با سوی حضرت عمر، حضرت علی گفتن که ای عمر علی، گفتن شما ویس میبینه، وقتی ویس قرنی را دیده از او دعا بپرسه، از او بپرسه که در حق شما دعا کنه، در حق شما طلب مغفرت کنه. ببینه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردن. حتی ما روایت داریم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند که بار من قصد عمره کردم، از مدینه قصد کردم که به مکه مکرمه را حج عمره روم. از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت اجازت پرسیدم، حضرت گفتن که ای برادر، گفتن در دعاهای خوب بود من فراموش نکن، یعنی در حق من دعا کن. جناب پیغمبر از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دعا میپرست. حتی ما روایت های داریم که جناب پیغمبر خودشان از انسان های سال رفته، یعنی پیرزن ها و پیرمرد ها، شخصیت هایی که موی سفید دارن، از اونها دعا میپرسیدن. چی خوب میشوه، بهتر میشوه شما هم باشه برادر عزیز، از انسان های صالح، از انسان های سال رفته، خصوصا از پدر و مادر که ما روایت داریم جناب پیغمبر گفتن که 3 گروه مردمی هستن که خداوند دعاشون رد نمیکنه. یکی از اونها پدر و مادر در حق فرزند هر دعایی کرد، دیگرش دعای مظلوم، دیگرش دعای مسافر. یعنی از این نفرها گفتن دعا بپرسه، یا اینکه دعای اینها حتما در درگاه خداوند قبول میشه. البته در روایت ها چنین هست، دعا پرسیدن ممکن است، یگان مانعیت و نادرستی نداره. خب حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم از انسان‌های بیمار، شخصیت‌هایی که یعنی دردمند هستند، وقتی نزد اونها رفته بیمار بینی از اونها دعا پرسه، گفتن دعای اونها مثل دعای ملائکه است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای اونها مثل دعای ملائکه است. حتی ما روایت داریم که روز از روزها حضرت عایشه مادر می‌فرمایند که جناب پیغمبر را دیدم که بسیار چهره گشاده داره، وقتی خوش داره، چقدر خرسند شاد است. میگه از حضرت پرسیدم، گفتم یا رسول الله در حق من دعا کن. حضرت گفتم در حق من دعا کن. میگه حضرت بعد از اون در حق من دعا کردن، گفتن ای پروردگارا، گناههای عایشه را، گناهی آشکار و پنهان، گناهی کرده و ناکرده، گناهی اول و آخر، همه گناههای عایشه را مغفرت کن. پروردگارا گناهاش ببخش. میگه وقتی جناب پیغمبر چنین دعای زیبا در حق من کردن، بسیار شاد شدم. گفت
بعد از آن گفت خود ما در آغوش جناب پیامبر انداختم، مثل کودک در آغوش مادرش یعنی خچه می اندازه می پرتایا. این چنین میگه از خوشحالی از سرما میگه در آغوش جناب پیامبر گذاشتم. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم ای عایشه این دعای من اینقدر تر تاثیر کرد، یعنی اینقدر شاد شدی خرسند شدی از دعای من؟ میگه گفتم یا رسول الله من چی نوع خرسند نشوم؟ چی قدر دعای زیبا در حق من کردی؟ جناب پیامبر گفتن قسم به همون ذاتی که اختیار جانم در ید قدرتش است، این دعایی است که بعد هر یک نماز در حق امتام دعاش میکنم. این دعایی است که بعد هر یک نماز در حق امتام گفتن این دعا را دعا میکنم. یعنی که البته درست است برادر عزیز، دعا کردن بهتر است برای انسانیت.